بعضی خرافات 2000 سال عمر دارن ولی هنوزم خرافن. امروز میخوام توهم دانایی آدمهای باستان رو برات خراب کنم. امروز روز 62 از چالش جنگ با خرافاته. حتما دیدی وقتی یه نفر میخواد یه خرافه، فال یا طلسم رو بهت بفروشه، میگه این نسخه مال هزاران سال پیشه، نقش‌های هخامنشی داره یا خرد ایران باستانه. اما یه فکت تلخ تاریخی وجود داره که باید بشنویش. توی همون ایران باستان هم بازار طلسم، جادو و خرافات عجیب غریب به شدت داغ بود. مردم اون زمان هم لوهای گلی برای دفع چشم زخم درست میکردن. برای بیماری ها به جای درمان دنبال جنگیری بودن. قدیمی بودن یه باور دلیل درست بودنش نیست. آدمای 2000 سال پیش هم دقیقاً مثل امروز خطای شناختی داشتن و فریب میخوردن. مغالطه بزرگ اینه که فکر کنی قدیما همه چیز رو میدونستن. علم با زمان جلو میره، نه با برگشت به عقب. ارزش یک حرف رو شواهد و منطق امروز تعیین میکنه، نه قدمت تاریخیش. خرافه هم خرافه است، حتی اگه 2000 سال عمرش باشه. رفرنس و سند این حرف رو توی کپشن بهت نمیگم. خودت گوگل کن مغالطه توسل به قدمت. این پستو بفرست برای اونی که فکر میکنه هر چیزی که قدیمی باشه مقدسه. بهم بگو عجیب ترین خرافه باستانی که شنیدی چی بود؟